تونچه را از نزدیک پرانده ای؟ بله پراندم. پسرم را دزدیده بود. تونجر هم سلاح داشت. من خودم را مدافع کردم. در سلاح تونجر تیر نبود؟ آقای سودیا، من از کجا دانم که وی تیر ندارد؟ فالبینکی نیستم. کار شوخی است مگر؟ در دستش سلاح بود و من تنها وظیفم را اجرا کردم. کاری نادرستی نکردم. چرا دیگر ها را انتظار نشد؟ گفتم که پسرم را ربوده بود. من باید فوری عمل میکردم. آقای سودیا، برای مرگ قاتل پلیس شما مرا گناهکار میکنید؟ من مگر قانون گفته باید میمردم؟ در آنجا یک نفر مرده است. کمی سر بگید. گوش کنید آقای سودیا، در آنجا تنها یک خوک مرده است و در روبرویتان شکارچی خوک ایستاده است. یعنی به قصدن کشتنت اقراری؟ گوش کنید آقای سودیا، من به شما کار نمی آموزانم، اما خودتان یک فکر کنید. نفری بر سر شما با سلاح تهدید می کند. پس شما چیکار میکردید؟ در این وضعیت شما چیکار میکردید؟ گویید چیکار میکردید؟ این چیزی دیگر است. چرا دیگر؟ سلاحی که به سر سودیا کشیده می شود مگر از سلاحی که به سوی پلیس تهدید می کند فرق دارد؟ از کجا می دانستم که سلاحی وی تیر داشت یا نداشت؟ بچم، تو خود قانون را خوب می دانی. فراموش مکن که اگر قصدن کشته باشی در نزد قانون جواب میدی. زیرا این خیانت به دولت است. خوک هم زیر حمایه قانون است. آقای سودیا، در روبرویتان بیگناهی هست که به او حمله کردند. کودکش را ربودند. قاتل به سوی او تیر خالی کرد. وضعیت همین خیل بود. واقعیت همین است. واهمه نکنید آقای سودیا. تونچر یک دیوانه تیار. تو برای چی با او همراهی کردی؟ آقای فروخ، فکر کردم که شما از این کار خبر دارید. یک باری دیگر به اجازت من یگان کار میکنی. تو را زنده میسوزانم. فهمیدی؟ جسدی سوخته‌ات را به آسیاب میپرتایم. استخوان‌هایت نمیماند. فهمیدی؟ فهمیدم اکا. الحال همینش بس است. تو را پس از یک دو روز باز دعوت میکنم. در این مدت از شهر بیرون نرو. چهلی که امر کنید آقای سودیا. اگر خواهید محکم کنید از دولت شما کمی استراحت میکنم. بهترش خودت را به روانشناس نشان ده. اگر تیر پرانم ممکن کمی آرام شوم. چی؟ میگویم که تیر خالی کنم آرامتر میشوم. ایگید این کار شوخی نیست. به خدا میدانم درد و رنج زیاد کشیدی، لیکن زندگی یک مرام نیست. سردار، او چی نقشه داشته باشد؟ حاضر میفهمیم. دیوانه شده است. سردارم، آقای سودیا راست میگوید. به دکتر بریم، از حد نگذرد. خیری، تا زنکای لبی آب گذراندی. کارو بارد واهم اندازی. سردار، آیا قصداً کشته باشد؟ فکر نمی کنم. یگت فعل دیوانگی دارد اما ظالم نیست. فرصت فکر کردن نداشت. خودش را محافظت کرده است. انشاءالله چنین است سردار. انشاءالله چنین است. نفهمیده باشی تا شب تو را میفهمم. اگه التماس نزن. حاضر گفته هایم را تکرار کن. بعد خوردن لگت ها فهمیدم که بعد خوردن لگت ها فهمیدم که از خدا نه از تو باید ترسم آقای فروخ. از خدا نه از تو باید ترسم آقای فروخ. برای مجلس دعوت کرده بودید بچه ها در راهند.
بردارید این را. به فکرم بد نیست. کار به کمبودی نمیشه. کوشش میکنیم کمبودی نشود. برعکس همه چیز تیار است. نجیب سردار، این جوان را احتیاط کنید. خواطر نشود آقای سودیا. من به او نمیگیرم. برای کار میخواد. چی نگاه میکنید؟ همه چیز رو گفتم. شما هم شنیدید. باور نمیکنید؟ در اصل من چیزی میفهمونم که این مراتب باورتون نمیآید. با مجلسگاه گذاریم. شاید بعضی از این چهره ها با شما شناس باشد. سردارم، این گروهی که شما دیده ایستاده‌اید با مجلس مخفی جنایی خود رفته ایستادند. ما این نوارها رو چند پیش دسترس نمودیم. سردارم، این شخص با تخلص بهجت دیجلی است. این زن باشد با تخلص فیفی از زیر سنگ آسیا هم سلامت میبراید. خانم فیفی رو با دستان خودم دستگیر کردم، اما مثل کبوتر پرید. اینها چی کار میکنن؟ سردارم، اینها همان هایند که در مجلس سوگنیات کنی نقابداران بودند. این گروه اعضاهای گوناگون دارد، خیلی هم پیچیده. مگر همین کلبه فروخ است؟ خودش جورا جون. بهجت سردار گروه نشه جلابان به حساب می رود. دیوانه است، میل دختر بازی دارد. این کارها را فیفی تشکیل می کند. مسئول همه گونه فاحشه‌گری ها فیفی است. وزیر دولتی شریک جنایتکاران. درست گفتی جورا جان. من همچون غضب خداوند مثل کفارت گناه آنهایم. آقای گید کمی ایست، چه میگویی؟ در خطاگی خود نام بزرگ الله را مگیر. این شخص همون است که به عملهای گروه پول زیاد صرف میکند. یعنی سرپرست این همه او میباشد؟ آره. نام این شخص التلی نظمی است. در اصل قمارباز اشدی. 10-15 سال پیش دکانی خردککی داشت. حالا ساختارش میلیون ها دلار رو گردش میدهد. قمارخانه ها، تجارت افلاس. به اجازت این شخص کسی در استانبول نه قماربازی میکند و نه قمارخانه میکشاید. اگر به زور و توانش باوری داشته باشد با ما روبرو شود. هلدون را به این هم میدونید. راهبری رانو. او هم یکی از آنهاست. مسئول خبرها. او چنانه که میدونید دفعه گذشته به موافقه با رانو خبری پلیس تقلبی را به نشر رسانیده بود، ولی راهبریت بعد از انیق شدن دلیل و اسناد با او چاره ناندیشید. دیگرش کلش کمال، کارش سلاح فروشی است. سلاحی نیست که نیابد، به همه گروه ها سلاح می فروشد. دوستم، این آدم به من لازم است. ما اینها را خوب میدانیم، پس چرا امکان دهیم که آزادانه زندگی کنند؟ چگونه عیبدارش میکنیم؟ ویران کردن قاعده حرکت راه؟ یا ثبت تلفنش گوش کرده نمیشود، تیز ایوازش میکند. در این قدر گناه چه دلیل یافت نمیشود؟ آنها آدمان زیرکند، کارشان را نقض میدانند. خیره، موقعیت را معین کن. تا از جانب ما هست یا از آنها؟ آرام باشید. با دقت باشد. این نظمی باشد با تشکیلات پول دادن نمیخواهد. از این رو راضی است که با ما همکاری کند. همراه خیری با آنها واخوردیم. همینطور نه؟ این هم بلا بوده است. مردم را در حبس جمع میکند و کارش را پیش میبرد. به خدا این آدم به من مخول شد. این نظمی مثل هدیه اولین است.
به نزدیکی در دستمون دلیل ها می شود. همشون رو 300 سال زندانی میکنید. این بر قصه اصحاب کهف و غار آنها مانند است. آمدن میخوابند و حکم عفو که صادر شد آنها هم میبرایند. برای ایشان از همه خوبش حکم قتل. یگید با تو چی شد؟ بغیر از مردن و کشتن دیگر چیزی نمیدانی. ما پلیس هستیم و آدمان قانونیم. حاکم و سودیه نیستیم، فهمیدی؟ کاری خودمان رو میکنیم. آقای فرخ این را مراد سردار مخصوص برای تو فرستاده است. زنهای کوهستان این را دستی بافتند. تشکر، سلامت باشند. مراتبه گذشته در مسئله مواد مخدر با مراد سردار کمی نافهمی شده بود. آقای فرخ بزرگی کرده او را ببخشید. پیش از آغاز مجلس میخواستم یک دو مسئله را مطرح کنم. تا این دم در بسیار ویرانکاری ها دست داشتم. تقدیر گویم ناحقی می شود، زیرا به تقدیر باوری ندارم. جنایت هایم زیادند. کی جنایت نکرده است در اینجا؟ حتی آقای هلدون نفری را سالی گذشته کشته بود. خودش 1 هفته بیهوش مانده بود. دزدی کردم، مردم رو به دام افتاندم، اغوا کردم. فکر میکنم شرط نیست همش را تکرار کنم. اما یک چیز را هیچ دوست نداشتم: قمار را. آقای فرخ، کجای قمار بد است؟ درآمد زیادمان از همین است. سقا میپرتاییم، دستمان در نکند. نادرست نفهمید. زیدی قمار نیستم. تنها بازیش را دوست نمیدارم. میدانی برای چه نظمی؟ نمیخواهم که کارم را توکل کنم. تا این وقت یگان کارم را به توکل حواله نکردم. 2 چیز را اصلا باور نمی کنم: توکل و مردم را. با پلیس ها زبان یک کردی ها؟ تو مرا چی خیال کردی؟ مرا یگان زیر دستی خودت حساب کردی ها؟ گپ زن! دایما گپ و گپ سفسطه. این را گفت و آن را کرد. ما اینجا گپ فروشی میکنیم و آنها آنجا با چی کارهای مشغولند. تو باز سر کردی ها؟ جورا حاضر رفتن نفری رو آورده حبس کنیم، با جایش دیگری رو میابند. برای این تشکیلات رو از بیخش کندن کار کرد. مندو سرکمیسر راست میگویند. اگر یک دستشان رو بریم 2 دست دیگر میبرند. آنها مثل زهرپیچک به همه جا ریشه دواندند. با قوتند. نمیدانم، میروم. یگید پیش از پاده چنگ نبردار. در دست ما سند زیاد است. این هم آغاز کار است. مانید سردارم، اگر به شما گذارند 50 سال دیگر نشسته رسم نگاه میکنید، گزارش میخوانید، گزارش مینویسید. کی راهبران اجازت میدهند و بچه ها به عمل میگذارند. باز از بالا زنگ میزنند و مسئله حل. سردارم، این افسانه را چند بار شنیده ایم. حساب کنم. دشمنهایمان تمام شد و دوستهایمان ما را میفروشند. گیرد این را. با کدام پلیس مصلحت کرده است پیش همان پرتایید؟ شنیدید مرا؟ شنیدم آقای فرخ. چرا شنیدی؟ این را نزد پلیسا میپرتوییم. دیوانه، این گفتت کیسته نام ندارد مگر؟ دارد آقای فرخ. نامش نظمی. نه، من هم میدانم نظمی، اما نبوده است. آقای فرخ شما بهتر میدونید. نامش خیانتکار. شما بهتر میدونید آقای فرخ. عاقبت خیانتکار جسد چی بوده است؟ جسد بوده است.
زود این رو بوی نگرفته پرتایید. زود. دروغ است که دوست کهنه دشمن نمی شود. معلومات دوستی کهنه و دوستی نو به خیالم به همتون فهما شد. فهمیدیم. فهمیدم سردار. مجلس تمام شد. مراد سردار آیدی مسئله با شما خواهشی صحبت دارد. مسئله چیست؟ چرا خودش نمی آید؟ ما را پیشی پایش دعوت میکند؟ آقای فروخ، عین حال وضعیتش مساعد نیست. میدونید مسئله داد و گرفت است. تعجیل است. نباشد واخوری تشکیل کن یا اینکه ایست بعد از نصف روزی کبوتر سراغه را میدهد. آنجا بخاف. اطاعت. یگید صبر کن. لبای سردارم، لبای. همه رو برباد میدهی. با نشستن چی به دست می آید؟ استعفا میگویم نمیگوید. رفته دستگیر کرده به حبس گیریم نمیشود میگوید. چیکار کنیم آخر سردارم؟ جورا جان، جورا سردار نمیشود میگوید. تنها میگوید که وقتش آید. او هم حق است. گوش کن. کاسه صبر من هم لبریز شده ایستاده است. به من نگو که هر روز خدا چنین است. نگوید. نگوید. یا سبحان الله. دادر تو عقلت را خورده ای؟ خودش چی گفت؟ نیست نگریز. دقت با دقت همه دسته ها. ماشین شبهناک با سرعت بلند از نزد بینای شعبه مدد گذشت. نظارت کنید. ماشین سیاه و بی‌رقم است. سردارم من نمیفهمم. آنها در کوچه ها آزادانه میگردند. من به این طاقت کردن نمیتوانم. خون به مینه‌ام میزند. دلم تنگ میشود. دستم خود به خود به سیراب میرود. چیکار کنم؟ بخیر است. چی شد؟ از ماشین جسد را پرتافتند. جسد؟ خودش چی گفت؟ این جسد از کجا به اینجا آمد؟ ماشینی بی‌رقم آورده پرتافت. زود به همه خبر دادم. اینش کم بود. سرداران این نظمی است که درباره‌اش گفته بودم. با ما میخواست مشترک کار کند. معلوم میشود که پیش از ما فهمیدند. همین طور. عقلم نمیگیرد سردار. من میدونستم و خیری میدونست. فکر میکنم باز یک نفری دیگر. دو کس که دانش سیر از بین میرود. بزرگا سنجیده گفتند. ببین ثابت شد. خیر شما در اینجا چیستانگویی کنید. با اجازت شما من رفتم. با کجا میروی؟ سردارم یگان روزی آرامی نیست. رفته کمی استراحت میکنم.
حال کردی؟ حال کردم آقای فاروق. عکس رو نشان میدیم. نه. مرحمت. نقص. به هر دوت هم روان کن. حالا سودای روزنامه ها نه آنقدر خوب است. به هر جایی که فرمایید روان میکنم. عکس را گرفتی هلدون؟ گرفتم. فکر دارم که چی سرلوحه مانم. نفری نماند که عکس را ندیده باشد. روزنامه، تلویزیون، ژورنال، هر گونه که میتوانی. با جان و دل. موضوع داغ روز بر این عکس کنید. با آنها بیهوده مگر اینقدر معاش میدهم. البته که برای همین روز هاست. این مرد ببین تو را نگاه دارد. تو را فهمید. امکان ندارد. برای فهمیدن من از این قدر دوری باید چشمان شاهین داشته باشد. خواطر نشوید. تو را کسی تعقیب نکرده است آخر؟ نه، اگر میبود میفهمیدم. در آن کمی کار دارم. با کبوتر حساب و کتاب میکنی. تشکر. ممنونم آقای فاروق. چشمم و هم سلاحم به سوی توست فرخ. البته وقتی تو هم میرسد. من هم سراسیمه نیستم. میبینیم باز چه خیل فیلم به نوار میگیرند. خوش آمدی. سردار هدیه‌ات را گرفتم. تشکر. سلامت باش آقای فرخ. در مناسبت و بعضا نافهمی ها رخ میدهد. سر مسئله بیا. وقت آخر تلفات زیاد است. بعضی ها از کار دست میکشند. کم قوت شدنمان را باید کسی نداند. چی فکر در سرتان دارید؟ فکر میکنم که خونریزی لازم میشود. کمی بر روان مردم تاثیر رسانیم. آن را نمیپرسم. بهانه هدفتان مشخص گویید. اتوبوسی که اسکرها رو میبرد میترکانیم. اتوبوسی که جوان مردان رو از قطاره گرفته میبرد. در کجا میشود؟ اسکرها در حیدر پاشو میفرایند. در این خیل جایها کسی انتظاری ترکش نیست. عمل رو در سر گردش انجام میدیم. میدان رو روشن میسازیم گویید. اعتراض ها، میتینگ ها همه روی آینه نیلگون میبراید. در اصل این کار به تجارت ما هم فایده میبخشد. با شما چی لازم؟ سلاح هم خوب باشد و هم ارزان. حادثه خیلی تماشاباب هم می شود آقای فرخ. نامردها خدا خواهد چاکنها هم از زیر چاه می شوند. شد آرام باش. رفته یک بینید وضعیت چگونه است؟ چه خیل شد که؟ این عکس ها رو کی گرفته باشد؟ چی گرفته است سردار؟ کسی که جسد رو پرتافته است رسم هم گرفته است. ای خدایا. و ثبت ویدیو ها نظر کردید؟ ماشینی بیرقم جسد رو پرتافته است. الله از کجا میدانم که نظمی با ما همکاری کردن میخواست؟ ها سردارم چی گپ؟ چی رو تماشا دارید؟ خودمان را تماشا داریم. خودمان را.
اوه این منم؟ سرم کل؟ نخود پیشانی من اینقدر کشود باشد. اوهو من چی میگویم این در همه چی یا توبه. سلاح‌کی لازم است. هرچه بر وقتتر بهتر. از جزیره های یونان میارم، از لوریان. زود به راه میبراید، شب همینجا میشود. ما را خیلی خرسند میکنه آقای فرخ. ما کارمون رو میدانیم. آقای فرخ من به دیمیتراس زود سپارش میدهم. 1 دانه‌اش $50,000 میشود. 10 دانه‌اش $500,000 میشود. پول را به بهجت میدهیم. فهما شب در بندر با میخوریم. به فیفی سپارش میدهم که بعد از داد و گرفت استراحت میکنیم. دختر آماده کند. اگر من نقشه های شما را برباد ندیم ارواح شهیدان آرام نخواهد شد. اکیگی چی گپ؟ آرام رو. تو در اینجا چیکار میکنی؟ آخیل رو تازه کنی اومدم. مایلش گذر. در مهمون خانه با میخوریم. مایلش شما روید. من در اینجا کاری دارم. نفری را باید ببینم. و خیر است آقای فرخ. دفتر کهنه را ورق زنم. یک بینم کی قرضدار است و از کی قرض دارم. با اجازت شما. آقای فرخ غیر از فراش کسی نبوده است. مایلش اما چشمانتان را خوب کشایید. خوب شده است. فهمو مایلش آقای مدیر. و شما هم آقای مدیر. البته آقای مدیر حق است. از ما طلب میکند. نوارها را تماشا کرده است. آنها ما رو مسخره دارند. ما چیکار میکنیم؟ کنی نتیجه کار نیست. امدو خیری شما در اینجا میمانید. میکابید و میپرسید. یگان چیزی ها بید به من زنگ زنید. من خانه میروم. یک شنبه دم گیرم بچه ها را بینم. سردارم. نه اگر نویگری شد با من زنگ زنید. سردار یک دقیقه سردار. بعد خیری من حاضر خستم. خبری تعجیلی است. زود بگو. یک چیز گفتنیم اما چی خیلی گویم فکر میکنم در بین ما خبرکشی هست. خیر کی بوده است؟ با فکرم مهمدو است سردار. مهمدو؟ بله او که اومد همه چیز با یکدیگر پیچیدن گرفت. او استخباراتچی است. با او باور نمیکنم. از کجا دانیم که با آن تشکیلات مسئولیت نکرده است؟ یعنی به قول تو او دیست رو نیست کرده است. تو بسیار فیلم تماشا کرده چی؟ سردارم اجازه دید نظاره کنم و تلفنش رو گوش کنم. این سخنها را دوباره نشنوم. تو خودت میدانی که نفری را تهمت کردن چیست. این گفته ها به وطن خیانت است. آخر سردارم اجازه دید اثبات کنم. خودم را باور نمی کنم اما با ممدوح کفیلم. از این پس هر آن چیزی که میگویی دانسته گوی. فهمیدی؟ دانسته. اون کس در اینجا. تشکر. تو در بیرون انتظار شو.
سعیس پدر مانده نباشد. تو که هستی؟ تو هم بی‌وفا بوده ای. دوستان دیرین همه بی‌وفا. فرخ شناختید. تو چکار داری اینجا؟ در شب به زمین قدر کارهای رزیلانت به کدام رو آمدی؟ باز این شب برادر کدام بدی هم رو دیدی؟ نامردی خواهین، بی‌ناموس، به نانی خورده از خیانت کردی، همه جا را سوزاندی، همه از روی تو پریشان شد. روزهای گذشته حادثه گذشت. دخترم نزلی از دستی تو مرد. قاتل حرام، دفشم از اینجا. و دخترت تمامی دنیا را میدادم قبول نمی کرد. ترانیو نجیب را دوست می داشت و تو به نجیب یک عمر بخیلی داشتی. از حسدی زیاد مجبور دختر را دزدیدی، برای قصد گرفتن مجبور آیله دار شدی، بعد پرتافته رفتی. گوش کن به مو و ریش سفیدت نگاه نکردم میکشمت. اکایگید در اینجا چیکار میکنید؟ آنها کیستند؟ یوسف تو امروز در اینجا هیچ چیز و هیچ کس را ندیدی، فهمیدی؟ هیچ کس را. اکا بگو چی شده است؟ بسیار کنجکاوی مکن، چیزی گفتم همان. حتی اکای نجیب هم نداند، فهمیدی؟ زود از زیبا باید رو. فهمیدم. رو یوسف تو حال هم در همین جایی؟ رو گفتم، رو بنا زیبا باید رو. خیر تو دیدن. تو چی کار میکنی اما من نمیفهمم. من تا حال آنی را که از من نشده است به دیگری نمیدیم. میفهمی؟ نمیدیم. سرده مرا تو بر مغلوب شدن محکومی. در این دنیا برد کنی هم در آن دنیا جوابش را خواهی داد. من به کسی حسابات نمیدهم، نه به خدا نه به دیگری. تو تنها از خودت کم قوت ها را اذیت میدهی. زورت به موی سفید کری ضعیف میرسد. همین قدر مردی. عدالت دنیا همین است برادر. ماهی کلان ماهی میده را میخواهد میخورد، میخواهد مجخ میکند. فهمیدی آشنا؟ فهمیدی؟ دنیای به قوتان است. فهمیدی گفتم؟ فهمیدی؟ بابا جون سرده مرا ناکس. ای احمق، از موی سفید چی میخوای؟ مرد باشی مرا زن؟ با این گلویت رو میدرونم. مرد بچه را بین. آفرین. نامت چیست؟ با تو چی؟ گم شو از اینجا. یوسف کاردار نشو. اگر باری دیگر با موی سفید درس درست کنی میکشمت. در حیاتم دایم همین گپ را میشنوم، لیکن تا حال به کسی نصیب نشد. فکر میکنم به تو بر این کودکی که از دهانش بوی شیر میآید نصیب نمیکنم. مال بچه به این مار کار نگیر. تو را دوست داشتم شیر بچه. ممکن باز وا خوریم. در واخوری دیگر این خیل بختت آمد نمیکند. بابا جان خوب هستی؟ این مرد کی بود؟ خوب نیستم یوسف جان، فشارم بالا شد. این مرد کیست؟ فکرش مکن. داروهایم را بیار. زود باشیم، زودتر بیار. بیا به خانه رویم. بسیار خوب، این را میگیرم. این را یک سنج. M3 خودکار است. اگر با این پرانی تیر 2 متر از آدم دور رود هم 1 هفته از جاش نمیخیزد. سلاح جنگی نه بلکه شکاری است. ولی خیلی وزنین است. یکون چیزی سبکتر و جدیتر لازم است. کیف میکنم وقتی که نفر چیزی میخواستش را داند. این سلاحی است که قاتلان انتخاب میکنند. 9 میلیمتر و 25 تیر جای میشود. در 4 ثانیه خالی میکند. شخصی در 400 متر دور بوده را میکشد. که یک سنجیم. درست. چیزی میخواستم همین است. همین را بگیرم. هیچ وقت.
حاضر همین قدر دارم. باقی ماندهش را بعد میارم. می شود. قریب که فراموش کردم. تیرهای مخصوصی که خواسته بودی، لیکن نفهمیدم که اینها را چی کار میکنی؟ همچون ارمغان تحفه میکنم. پروا نکنید، آسوده باشید. بیایید اکای نجیب. یعقوب پدر، نجیب پسرم، خوش آمدی. تو را هم سرگردان کردم. استغفرالله. دائما در خدمت شما. چی شد با شما؟ یوسف بچیم مرا با اکای نجیبت کمی تنها گذار. خوب شده است بابا جان. یگان چیز لازم شود من در همین جایم. مایلش. بخیر است پدر؟ نپرس نجیب. مار باز پیدا شد. کی؟ فروخ. فاروق؟ همینجا آمد؟ بله، مرا خیلی اذیت داد. اگر بار دیگر شما را ناراحت کند؟ مرا فکر مکن. من به جای رسیدم. شکر که به این هم چشمانم محکم. به گور که رفتم کشاده می شود. مهم یوسف به تو سیر را می گویم، زیرا امانت را به شخصی باوریناک می دهند. تنها تو دانی و خدا. وعده می دهم. یوسف پسری فروخ است. چه ها می گوید یعقوب پدر؟ این مار دخترم را دزدیده زوران آیله دار شد. در وقتی پرتافتنش حامله دار بود. کسی این را نمی داند. نجلی مرد اما یوسف را ماند. یوسف می داند این را؟ پدر و مادرش را چون رحمت شده می داند. باید نداند. الان خصوص فروخ را اگر فهمد یگان فلاکت روی می دهد. اول و آخر خدا از دستمان آمده را اجرا میکنیم. مادامی که باور کردید امانت کردید، دیگر چیزی فکر نکنید. معلوم می شود که قاتلان حلیمه و تیمور شمایید. این وطن را، آینده فرزندان را به اینها نمی گذارم. با آیندگان دنیای باقی گذاریم که با این مردارها آلوده نباشد. کریمی وقتی کی باشد؟ رانا، خوش آمدی. خوش باشید. اجازت میدهی؟ البته، مرحمت. گفتم نزدیکی روز روم، نشد. نزد پای هنر هم نخواستم. مرا تنها تو میفهمی یگیت اینجا آمدم. خوب کردی که اینجا آمدی. بعضا کس میخواهد درد دلش را خالی کند، لیکن گویا کسی مرا گوش نمی کند، نمیفهمد. این درد را من خوبتر احساس میکنم. ما نوشی جان کردیم. خدا برکت دهد. دسترخوان را پر از فیض گرداند. دست در درد را نبیند. من فکرم چای هم دم میکنم. البته دم میکنم.
نگاه میکنم باورم نمیآید که نجیب هستی. باز روزانه امروز روز استراحت است آخر. دادا من یک چیز رو نمیفهمم. در دوره عثمانی اینقدر انسان چگونه یک جای زندگی میکردند؟ چی جایی نفهمی است؟ اون وقت نه تلویزیون بود و نه روزنامه. باز به بی‌ادبان نوگ شمشیر را که نشان میدادند آواز نمی برآوردند. خاتون آفرین به تو که چونین گویی جاهل ها چه گویند. محبت و احترام را نسبت قانون باید درس داد. مگر به محبت و احترام اداره کردن دولت آسان است؟ به خریطه نظر کن. در دوره عثمانی ها همه آرام بودند. حالا باشد همه به هم دیگر بحث و تلاش دارند. ببین باز در عصر 21 زندگی داریم. اگر یک استرس به بیرون نظر کنیم آنقدر نارسایی ها به چشممان میرسد که گفته نمیشود. از همه چیزی مهمه که ارمنی را، یهودی را، ترک را، رومی را با محبت با آغوش میگیرد چی میباشد؟ مگر عدالت نیست؟ در جایی که عدالت است فتنه به نیستی محکوم است. در جایی که عدالت حاکم است کس به خواری و زاری نمیرسد. همه خوشبخت میشوند. دیروز خوش آمدی. آقای نجیب شما راهی کارتون رو فراموش کردید مگر؟ کیروز فقط تو کنایه نکرده بودی. مگر من یگون چیز گفتم پیهونر؟ خیلی وقت شد که در خانه نبود. ما را یاد کردگیست. خانم اسرا هم آمده است. مرحبت بیایید. شیرین نه. مرحبا. با نبودن تیمور عادت کردن دشوار. در جای کار فکر میکنم که حاضر در کشوده میگردد و از در میدروید. اما دیگر در حقیقت تحمل این درد خیلی گران است. چهره حلیمه تا حالا نظرم در نمی شود. دایم روز اول شناس شوی امان به یادم می آید. تکلیف آیله دار شوی گویا که دیرز بود. خدا مرا ببخشید. خودم را داشته نمیتوانم. هیچ گپ نه. در آن حالت همین طور می شود. می خواهد دلش را خالی کند. اما از تو خیلی منت دارم یگید. برای نیست کردن آن پلید. رنا این چی عکس است؟ هیچ چیز نیست. سلام آقای بهچن. با دیمیتراس گپ زدم. کشتی در راه است. بعد 2 ساعت میرسد. خب تا اون وقت هوا هم تاریک می شود. این سرداری ما آقای هالدون است. او رو هم میشناسم. او با هالدون دویم بو میخورد. آقای کبوتر نیست مگر؟ بله. با من راستش رو بگویید. آنها به کشتار شوهرم یگان علاقه دارند یا نه؟ کبوتر دارد، لیکن دقیق نمیدانم که هالدون به چی کار مشغول است. با هالدون خودم حسابم رو برابر میکنم. خودی حاضر. رنا ایستا، چیکار میکنی؟ همه رو برباد میدهی. تو را مسخره و شرمنده میکنم. آنها را تو نمیشناسی. تو به این کارها صرفم نمیروی. رنا چطور صرفم نمیروم؟ من یک فکر دارم. تنها به من باور کن. خواطر مشو. با کشتار حلیمه و تیمور کسی دست داشته باشد مییابم. البته مایلش من به تو باور میکنم. خداحافظ. خیر.
فرخ ما رو پیشواز گرفتند. مالها رو سنجیده میگیریم. تو پولت را گیر، به میمان خانه بیا. تنتنه را از دست نده. هرگز از دست نمیدیم. فکر میکنم که به من آغاز نمیکنید. آی سردار، مال در راه است. پولها در کجا است؟ بیار کمی بو کشیم. درونم در این خونه که کمی گرم شود. پول را بیار. همین که بوی پول به دماغم رسید دلم گم میزند. فکر میکنم ایستادن من معنی ندارد. شما مال رو میگیرید، پول در دستی من میایستد. راضی هستید؟ اگر مانعی پیدا شود؟ چرا مانع میشود؟ چند سال است که همین کار رو میکنم. یگان مراتب خطاگی کردم. من راضی. رفتیم. مرحمت کنید. تشکر. کجا شدی بیجت؟ دخترها تو را انتظارند. دخترهای عجایب آوردند. آمدم خواطر نشم. پولها رو هم گرفتم. مرحمت. کشتی آمد سردار. انتظار شماییم. همه جا را بینید. خوش آمدید. خوش باشید. لوله ها آمد. در این زمستان شما را به لوله نمیمانم. مرحمت بیایید. هوشیار باشید کسی ناید و نرود. تو اینجا من. اسلحه اینجاست. 8 دانه دیوافکن. خیلی خوب.
هزینه‌ش رو تو گیر. از حساب من شوربا میخوری. اکنون میبینیم که در این نبرد کی برد میکند. من نشان خواهم داد که جنگش چی است و صلحش چی. бо донистани калима ва воҷаҳои зиёд суҳбати шумо шуниданӣ хоҳад буд. воҷаномаи электронӣ аз тақдимоти маркази продюсерии ҳамсадо. барномаи электронии воҷанома бо 4 забон: тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва туркӣ. осон ва қулай барои тарҷумонҳо, муҳассилин ва кормандони корхонаву идораву муассисаҳо. бо истифодаи ин воҷанома, ки бештар аз 130 000 калима дорад, шумо калимаи заруриятонро дар 1 сония пайдо мекунед. барномаи электронии воҷаномаро шумо метавонед аз дилхоҳ мағозаи фурӯши дискҳо пурсон шавед. телефонҳо барои маълумот 907 59 28 28 907 79 28 28. якҷоя барои ғанӣ гардондани бунёди луғавӣ ва барои ҳамсадо будан кор хоҳем кард. ҳамсадои дили шумо. با تو چی شد؟ رفتبین این احمق کیست؟ شاید آدمی توست. نمیدانم، قسم میخورم که هیچ چیزی را نمیدانم. من دخترها را گرفته میارم. تو تیار شو. ایست نرو. اول کاستیومم رو بین. چه کاستیوم؟ چی فرقی دارد؟ چشمانت رو پوش میبرایم. سه گفتم کشا مایلش. 1 2 3 کشا اکنون. بیجاد این چی حال است؟ در دستت چیست؟ زرگوش دختر رو میدونستم، اما یکون بار زرگوش بچه رو میبینم. سبزی است، سبزی. دخترها بیاید اکنون. آقای فروخ هم میآید. بازی سر میشود. مایلش سلاحات را پرتاب. کی هستی؟ از کجا برآمدی؟ پالیسی ترک میگویی؟ اسرائیل میگویی؟ پاسبان دولت میگویی؟ هر چی میخواهی بگو. پلیس؟ تسلیم شو، مرا نپران. سلاحات را پرتاب.
پردا. من اصلا پلیسم، ولی در ادای وظیفه نیستم. چه میگویی؟ حاضر تو را گرفته برم، هزار بهانه مییابی. شکنجه دیده میگویی حمایتگرت کوشش میکند که حبس نشوی. نه، بس است، بس است. من را به قتل میرسانی. درست فهمیدی، اما اول یک کاری خیری میکنی. تلفنت را به من ده. به من ده. با تو سردار شعبه گپ میزند، تو به او خبر میرسانی. فهمیدی؟ مالش گپ زن. لابای من عجیب. برایت خبری دارم. در کشتی لبی ساحل اسلحه هست. بسکران حمله میکنند. نام کشتی گوکچه. زود بیایید. الو الو. نجیب باز چی شد؟ نمیدونم. رقم تلفنم راست کجا یافته است کی؟ اویدی حمله خبر داد. از این خیل آدم ها چه خیل تروریست می سازند. تیر نپرانده به جهنم رفت. این را دیده می توانی. این تیر نشانه یگیت است. از این پس فهمید و در یاد دارید. دسته ها رو خبر ده. به ساحل می رویم. یکی درستن زدم نبرداشت. او رو هم خبر ده. نجیب باز به کجا می روی؟ آخر دادا یک شب یک جایش نیم؟ بچم وعده می دهم یک شب همه تو رو گرفته به سینما می رویم. میلش؟ وعده می دهید و باز فراموش میکنید. به خدا اجازت نمی دهم. این دفعه نرو. با ما در خانه شین. زنک تو چی ها میگویی؟ خبر داد که بسکرها حمله میکنند. نروم کودکان بیگناه هلاک میگردند. رو البته رو. این خیل باشد رو. آخر من هم میخواهم که در خانه با شما شینم. نزد تلویزیون نشسته صحبت کنیم. با ما این لباس را پوشاندن تا که نفر آسوده بخوابد. بنابراین ما دائم باید بیدار باشیم. من رو ببخش نجیب. خیر دادا. دادا احتیاط کنید. Her şey önce yüce vatan için dedi. به خانه دروید بچه ها. Bileğimizle yendik, gücümüzü haktan aldık. درو بیا بهجت نگاه کن این مریانه حالا 17 ساله است. دختر رو نترسون. تو هم نترس. تو رو نمیخورد یا نکم برای کار. این را گیر و بعد به من دراز کن. من دنبالی تو میدوم. فهمیدی؟ گیر گفتم. و تو میگویم نمیشولوی. گیر آخیر. من زرگوشم و تو رو سر میکنم.
از کجا میابند تو بر این احمق را؟ بس کن ناز را، گفتم را کن. ماشین ها روشن شد. سردارم بذارید. پیش از ما نفری در اینجا بوده است. کسی که نباشد، اما اینها او را خفه کردند. اسلحه گفته شدهشان را گرفتم. اسلحه اینجا بوده است. خدا را شکر. بیا باز این طرف را بینیم. باز یگان کس است؟ ببینیم. یگان کسی دیگر است؟ یگید در کجا باشد؟ چرا تا حال نآمد؟ سردار با او گپ زدم. فاتح حرارت داشته است. او را به بیمارخانه برده است. یا الله الله. یگید در این خیل حادثه ها نمی آید. در خوابم بینم باور نمی کنم. یا سبزی را گرفته گفتم را میکنی و یا تو را از تیرز هوا میدهم. فهمیدی دختر؟ مرا سرده، التماس مرا سرده. چی میخواهی تو؟ کیستی؟ خدمتگار، فرمایشتان را آوردم. من یگان سپارش ندادم. کی تو را فرستاد؟ این طرف گذر زودتر. یک دختر بیچاره و مظلوم فریاد و فغان دارد. من از اینجا میگذشتم، بینم زرگوشی از سوراخی زمین بیرون برآمده است. آن را باز به جایش باید برگردانم. دوامش را نمیگویم، بلکه اجرا میکنم. این مرد کجاست؟ این خودی محکم بود. یک سیلا نمیرسد، باز تیر. سردار آن اونجاست. ایست، نگریز. سردار من ماشین رو میرم. زود. زود به این طرف. حساب
التماس میکنم سرده تو رو دارا میگردانم خانه خواهی خانه پول خواهی پول هر چی که خواهی گفته ها یگان تاشتا نمیخواهم این چیزها برای من یگان ارزشی ندارند اکنون عجلت رسید خوش آمدی آقای فرخ. امشب مهمان اولی قدری مایی. بیا. بهجت آمد؟ آمد در بالای استراحت دارد. آقای فرخ بهجت آدمی عجیب است. چندان عجیب است که تصور نمیکنید. از این نشانه یگیت یک دانه در تو هم یادگاری بماند. التماس رحم کن. رحم کنم؟ چرا با تو رحم کنم؟ نقشه جلابی میکنی، به خاطر آن سلاح میفروشی، شهر نکرده باز به نام دختران جوان تجاوز میکنی، به همه گونه حیوانی قادر هستی، باز حمایتگران گرانبها را گیرا نموده دست جنبان و پاکابون به آزادی میبرایی. رسیل نوکس، چرا با تو رحم کنم؟ چرا؟ مایش تو را سر میدیم. بیرا بهجت بهجت بیا آقای فرخ زود از اینجا رویم. حاضر پلیس می آید. هرگز در بالا پول دارم، پولم را نگرفته هیچ کجا نمی روم. نامت چیست؟ مریانا. چند سال داره مریانا؟ 17. چرا تن فروشی میکنی؟ در زادگاه هم برادر بیماری دارم. برای طبابتش به کار آمدم. دیروز آمدم. مرا فریب دادند. من چنین دختر نیستم. گیرو زود از اینجا رو به وطنت رو. اگر تو را باری دیگر در اینجا ببینم پایهایت را میشکنم. فهمیدی مرا؟ تشکر. برمیگردم. به زادگاه هم برمیگردم. زود رو از اینجا. میدونی دائما در حق دعا میکنم. هر کسی این کار را کرده باشد خونش را می نوشم. الو ممدو چه حال داری؟ اسلحه را دریافت کردید؟ زخم داره اینجا است. مرد مرده است. با ماشین تعقیبش داریم. با دقت همه دسته ها راه ها رو محکم کنید و نقطه های پیوست دقت کنید. با کی گپ زده ایستادی؟ با یکی سردار. با من ده. تو در کجا میگردی؟ زنگ میزنیم جواب نمیدی. میدان پر از خون به تو توی میشود مگر؟
سردارم به داروخانه می روم. فاتح حرارت دارد. میلش خدا شفا دهد. سرداری تکمیل کرده اما گرفته است. وقت که شد زود بیا. فهمیدی؟ این پلید نمرده است. وقت است تا آخرین نفس این اسکرها را باید ترک کنم. رابرها از من همین را میخواهند. این باز کجا قد زد؟ نمیدونم سردار، نمینماید. مندو این آدم در کجاست؟ در کجا؟ سردار اتوبوس نمایان شد. تو رفت اتوبوس رو من کن. ایتوال سردار. یکی دیوانه نه وقتی گم شدن ندرا یافتی. در آنجاست. ایست ایست ایست. برای انتقام و غلبه، برای استقلالیت وطن، برای امر راهبران. حامیان فیلم در مرکز پرودوسری همصدا از ترکی به تاجیکی گردانیده شد.